خوب است. از خاطر پیشتر مادرم زیاد سوال پیش کرد، باز من گفتم مادرم خود گفت که خوش شرم شدی. مادرت خیر. نه نامزد نیستم. مادرتم خوش زبان است. زیاد بد تشویش بده. آرزوی کمک کی طرفین مادر من اصلا خب برو اونجا سه راحت باشه. سلام خوبه چیزن جواب نمیده، مثلا جای ما جواب نمیده، نمیفهمی بچه چی شده. از وقتی که مادر مریض شده دیگه این طرف هیچ نامده. کم وقتی کنه سیاست بشینه بگوید. نه خب مادر جان خانه‌شون میرم من میفهمم میرم میشینم میگمش میرم بچه تو چرا چی کردی چرا برای چی؟ نه مادر جان مادر من لطفا نروین خانه‌شون. خب نه خانه‌شون برو نه برای بیت بگو. خب معلوم نبود. ممی میسکستم اون نانی تو آوردم دوست تو لغت نانی ما برو میام پیش. باز نام رفتن نگرفتی؟ بیشی جا که باز میزنم تا چطور است خاله جان؟ خوب هستی؟ مریم جان از چه کمک بگیم باش. بیا مادر بیا. باش من میگیرم. نامت یادم رفت. خیر با من میگیرم. روز اول گشتن نمیتونست. حالا سعی کن میگرده. بیا مادر جان. خب گفتم دختر بده که بالا چند وقت پیش من میده نمیکنه گپ من قبول نمیکنه خیلی چی کنم پوش به هر صورت میفهمی چی میگفت. میفته مکتب آوازه رسته که رفته مادر شوی پیر گرفته. خب گمش که فردین خب پاش لنگ است و نگ آمده بتونه شکر که همون پاش لنگ است. اینا رو میامد کل چیز خانه ما رو میبرد. یکی نمی چی مونده یخچال یا مونده میرم میبرد خلاص. همین دختره که اینجا آمده نه اون کش مریم رو یکی که از پرسان کنه نامزد چیز نداشته باشه. گفتم برای میاج بر مادر من پیری میشه تو چقدر تو بیچاره سوتا مجرد بگرده. اون روزم اومده بود تو به خاطر زنه دیگه یک بیگانه فکر کنم خو نمیشناسیمش مادر جان. سعی من درنگش ششته مادرم. نه مادر جان هر چی باشه خوب نیست یک بیگانه در خانه رفت آمد کنه. باز میفهمی که شرایط زندگی ما فعلا چی رقم است. خب خوش خودت آمدی آرزو کازدان خود بشنم چه قسم که موضوع گپ بود. اون موضوع کل شایع بود دروغ بود. او بای جان تو من نمیشناسی. اگه من دختر بد می بودم یا اهل قسم کارا می بودم مرا مادر کلانت میگرفت فقط پشتم کوشش میکرد تلاش میکرد ده دفعه خواستگاری آمد. خب نه اگه واقعیت بگو آرزو ما ترسنده موضوع دیگه شدیم. بای جان خوی هر کس فرق میکنه. حالا اگه من قسم کارا رو میکردم وقت در زمان مجردی خود میکردم تو را بدون چرا قبول نمیکردم میگفتم یا نمیگیرم. حالا من اگه من کس دیگه رو خوش میگشتم تو را نمیگرفتم. وقت بر مکیرم که در شماره ناشناس بچه همیم از بیگانه خو نیست. صحیح خو میشناسم. حالا تو که دخترم میتی اگه عکس بگیریم من بگویم خیلی جور استی اونم قسم بگویم. بای جان خودت تو شعار آدم هستی روشن فکر هستی در خارج زندگی کردی کلان شدی تو چرا قسم شدی؟ دختر فرق میکنه. ما به خاطر همین روشن فکری تو را قبول کردم. یه دختر افغانستان هستی که مردم بد فکر میکنه. فکر تو یک دفعه جای میخواد قرار بدی یک شماره ناشناس یک دفعه بر تو عکس نامزد تراون میکنه. تو میفهمی که اگه ما یک خوشبین نداریم هزار رقم بدبین داریم. کلشان کوشش میکنه که ما تو را جدا کنیم بنابراین اینکه من عروسی نکنم خانه شما نبیم. هدف کلشان اینمی است. تو چرا باور نمیکنی؟ هی واضح بساز وقت کی گرفت چطور گرفته؟ چی بفهمم؟ چی بود؟
خب ما چرا صحیح نامدیم دمو عکس آدم که اگر عکس غلط نمی بود به اشتباه بر تو اول روان نمیشد عکس صحیح میگرفتم بر روان میکردم مرسل چی میکنی؟ به چی آرزو باز آمده میفهمی؟ نه آرزو نه دیگه 2 روز باید فقط 2 روز باش زنگ نزد وقت اومده کدی باید وجه شیشته قصه داره خب خیر سال برو خودت خانه بکش از چی بکش چی قسم عروسی به شرم شیم سفید است بعد از مرسل جان خانه چی پس یا پیش عروسی که دادم خانه میای دیگه خانه کامت خانه خودش میشه هنوز نامده هیچ گپ نیست دوره نامزدی میشه که دیج نشه عروسیش خدا نکنه چرا نشه میشه کدام مشکل خوب انجام نیست که نشه برو خودت بکش عروس میشه ببین دروغ بودم بابای جان ما برات مقابلت میکنم باور نکنم خب خودت آمدی از نزدیک موضوع گپ زدیم پرسان کردیم الفاظ شد میفهمم بابای جان تا که از خودم از اول پرسان میکردی که چی گپ بود چی موضوع بود من خودم برات توضیح میدادم آت سرمایه اعتماد نداری حیات زندگی مشترک ما چی که تو سرمایه اعتماد نداری گپ یک روز 2 روز نیست گپ یک عمر است تو چرا مرسل نه چرا کارش نگی چرا تو میکنی گپاش رو باش کن بعد است او باید صدا میکنه سایس ایزر چای بیار دختر آمد چی شدی چای بیار چای نمیخورم او بیار او بیار ایزر او سر جور دختر آجل سرد باشه خب کار شد بخدا من خیلی سر من میگم تو چرا خودت قدر تغییر کردی من قدر زشت رویا میکنی زنگ من جواب نمیدی چرا تاله میتی دختر ازیتر چی تال دادیم بگیر چی بگیم او بنداز دیگه بنداز خودت او بنداز دختر بعد آجل او بنداز خطش نشده بگیر نه انداختم او چیز باید دیگه شادی میکنم بی نزاکت لوده شکر خدایا باز سلامت آی من رقم شده ایره نمیمون نباید دی خانه بیایی یه هم زدن نیزر سیل کشو یه وضعیت سیل که نه احترام نه نزاکت نه دیگه و باید سیل که باز پیش از چی قصاری من همار کو میره بیار او رو بیار چی یه خورزوخ پس جمع میکنه بیا مادر جان دیدی اینه مخبر ناک نمیگم که هفته اصلا فایده داره ویتامین دی داره اینه کمک خوب شدی شکر خوب میشم خیر باز اینا کوا گرمتر شد سوزنده میشه نه و ضرر داره اون کم اما تو 5 دقیقه 10 دقیقه روز دفتر و بشونم تو بخیر خوبی جور میشی پاکایتم چرب کردم بیا چیزایی بود آرزو آرزو خیر خوب میشم گفتم بگو چرا تیت کردی بیشو مادر بگیرم کجا رفته بودین؟ دفتر ویتامین دی مادر پوره شود کم اینه کم خوب شده مادر نیباید؟ سه کلکس من نشان میده بکس اکتیت میکنی خوارم دیگه جمع کنم یعنی چی؟ بکس میکنی؟ بکس چی؟ مده بکس چی کار دارم؟ آرزو خب من خود تیت نکردم خود تیت کردیم من فقط هم گفتم پس جمع کن بعد از خانه دختر تیت کردیم من چی کار دارم دبر؟ من خود تیت نکردیم آرزو حال من چرا تیت کنم؟ ای خدا توبه کردیم چقدر دیر بعد آمدم خانه ازیاب دائمی که آمدیم دروازه خانه ازیاب باز استک هیچ وقت دروازه خانه خود محکم در میکنن توبه خدا که دی کدام تا دست درایه دیگه درایه دی وقت دوزی چخم نام خدا سرسب شده اولی چقدر دیر بعدم آمدم من نام خدا حالا دل زنده میشه نام خدا خب نام خدا سرسبز شده اولی
خدا کنه خدا خانه باشن بوتا و چپلی خود زیاد هستک. خانه هستین؟ هستین خانه؟ کدام بکس میگی تو؟ بکس که داشت پاسپورت و تذکره و اسنادا و یاست. سرکو اون کلیا پیش تو هسته. پاسپورت چیزا و بکس تو هم در لباسایت که از زبینه. سلام علیک. سلام علیک. سلام زن کاکا جان، خوب هستی؟ گل زن کاکای خود خوب هستی؟ سرکن خوب هستی؟ جانک جو. سلام زن کاکا جان، دختر گل. تو هستی؟ خوب هستی؟ شکر. بخیر اومدی زن کاکا جان. خوب هستی؟ سلام. سلام. ایورزن جان خوب هستی؟ جانک جو. مشکل داری؟ بشی زن کاکا جان. چی داری؟ زن کاکا جان پشت خبر نداری زن کاکا؟ اوبای جان بهت نگفته؟ چی شده این مادر؟ چرا؟ دوست خود کردم. زن کاکا جان که سکته مغزی کرده بود مادرم. عبید خبر داره؟ عبید که تو آرزو شب خانه را؟ سکته یا باد گزنگ زدیش؟ نه سکته مغزی کرده، جگرخونی کرده، امرای همه میشن دعوا بیا کرده بودن از او خاطر. عبید خو امرای چی رفته؟ ما فکر کنم عبید گفتید به او خاطر یک زنگ نزدم. نه بچه من خانه داماتم نیستم. خانه باید نیست. کجاست؟ خانه بیادرم هستم. چرا؟ خانه بیادر گاهی خانه خیشای چرا؟ نه خوراک دگور از ایتالی. اوی خچو قلبریت کشالس از برای خدا. حال بخبری ننیت خبر بگی. حالا بچه خبر گپ بد نزید دبدیت نبود. اون لشمک خانه از با ما گفت آمده خیلی نرو. بار کن لشمک برو دیگه چی گپ است قلبریت کشالس؟ آره چی کنم اونم لشمک خاک به سرش چی کنم بلند هرچی نباشی نمو اول نامزادت بود. نال جیست میرش خندی میکنه. او دختر یک آدم به خوبیت میگه دبدیت نمیگه. با خود تلفن نمیگی بس خانه آلیت منیت نمیکنی برو پیش ننیت برو. نمیرم مال چی کنم؟ میگه خدا پیش من ترش طرف نکو. در وقتش که آدم وار خطا باشه نمانیم چی کنم؟ خونه لشمک خانه خود نماند که ننیت داد بده دم روش. بیز دختر را بیچاره پوز داد پوز ای خانه. اگر تو را موردم دل درد سر برم آمدی. قمق دیکو کاسک و جمع کو جور تو کجا کار میکنی قرارتم 24 ساعت نمی چرت فکر غرق هستی. نمی اصل که والا گل پیشونی ترشه. این چی کار است؟ بخبر نلیده بیبی. چی حال است با خدا در خانه هر کدام تام گپ زده ما بیخی دیوانه شدیم. همش که بچه من از اولم تو دیوانه بی کجا هوشیار بودی. در سر ما جور کردی. دیوانه میشه. خدمات رو معنی کردیم. لون ننه تو نو خوارت گفتی اگران تو برو بیشی بخی چای باش شاو باش. چیکار میکنی سمی؟ بشین یار صافی کنم خاکش تا بخیر. کدوم؟ نه خیر ما میکنم. چرا؟ هیچ باز نمیدونم چی رو خودی ما رو زوره. خودی؟ زدم باید ما باز خب تا ماشو که آرزو درگیر رسیده خواهید بخیر. دارم ذهنم درگیر شده نه آدم یک چیز در باش که زیاد فکر کنه خوام میره. تو فکر میکنی؟ خب نزدیکای عروسیش از به وقت شاید زیاد فکر کنی. عروسیش چی بپوشم چی نپوشم؟ نه دوقش فکر نمیکنم دوقش نمیرم. اگه بپوشم سیاه میشه. چرا سیاه؟ خوش دارم سیاه. خب نه دیگه عروسی کسی سیاه نمیپوشه خوشم داشته باشم. میفهمی سمیرا؟ باید بگو زنی نامزادی زنی منصرف شدم. چرا؟ خدا اونم خاندان خوب نیست. میفهمی من چند روز پیش باید یک تاکسی چیرم روی بچه‌ام میشیدم از آرزو را. امریکی؟ امروی بچه‌ام میش. میفهمی تو چی بود دست به دست بودن برای آرزو نام میداد دادنش. راستی؟ راستی پیش خودی. در موبایل کی دیدی؟ پیش موبایل چی باید؟ نمی‌بینی طبیعت باید چقدر خراب شده؟ خب پیش خود عبید بود؟ نه خودت تو باشه. است اونم است. باور کن ما این دخال که می‌بینیم این قواعد خراب میشه و باید واقعیت دیده چه قسم است. از روز که زن گرفته یک ماشر خدا رو سر من خدا دارم ازم خانه و جای سیاه شده. یک دفعه بخوایم یه باید توی کنم که دلم جمع شود بیخی دیگه دلم از خانه دان نارام است. اینجا پیش خودم چرا زن کاکا جان؟ پیش خودم باش. اوها آرام نیستن اوجا؟
نه بین خود نه تو زن چیز بر آمده که ایران بانی زن کاکا جان سوار خورم رفته نیسته نه چی بگویم نگه زن سر زور است زن اتی اگر را مندازم ما شعر خدا چی کنم بگم ما با خاطر بشم خانه را برشان ایلا کردم اگریم نواسه اکم که بوی داماد مزش می بوی نواسه دختر مزش می آید اونو میگه که اگر یکان دفعه میگیره میسیریسم در کوچه در بازار بطره که ایده خانهشان نید نمید زن کاکا جان جگر خونی نکو خیره دیگه بیا جی خانه قیصرت کاش میام از 1 سال تا 10 سال اینجا باش خانه بود بابتی ورزن جان تو خور نمیخورم چرا باز زن کاکا جان مانده و زلا آمدی یک پیاله چای خبرت بیارم او بیاره بعد یک چیز بیارم نه هیچ چیز نبیاره هیچ چیز نمیخوام در آیا گلاسه یگانی نجی جوز چیزا بخوایم بر زن تو خورم هست خورم این نوکی قدر نمیفهمم مادر خیر تو خود جگر خونی نکن جگر خونی میکنی زن کاکا جان خیره دیگه کاش میومدی خانه ما میومدی من خبر نداشتم اگر نه پشتت میامدم خودم میآوردم من چی میگم من فکر کردم که تو بایدشان زندگی میکنم ما نمیگم از هم خاطری دورم نخوردم زن کاکا جان ما بیگانیت نیستیم میامدی گای خانه بیادر برو گای خانه خورخندگت پیدا کنیم گای خانه از نره اینجا جای تو در دلم از کاش که تو جور میبینی پیال روز جور میشم بخیر جور میشه زن کاکا جان پیش دکتر بردیمش چند دفعه دختره خدمت میکنم جور میشه زن کاکا جان ما هستی خودم خدمت میکنم زنده باشه گران نکن خدا شفاخانه خود شفا بده زنده باشه خدا خیر یک دقیقه خوت نکنه سر دخترها کم خیر خور جان زن کاکا جان تو شده؟ یک دو 2 هفته 3 هفته 12 است آره بسیار خوب است اولا پای کار نمیکرد دست کار نمیکرد دانه ایجا آمده دانه مال خوب شد نه دا چی میکردیم باد گذنگ نزده باشی تا چل یک دانه کفتر بتینش که بخوره روز یک دانه 40 روز در چلخانه پرید خانه رو تاریک کنه و پردیده انشالله جور میشی زن کاکا جان حالا دیگه که از دو چیزا در بازار خورده صحبت شد در بازار ما چی شده زن کاکا اول وضعیت مادرم زیاد خراب بود دیگه 2 دفعه پیش دکتر رفتیم این حال خوبی خیلی زیاد خوب شده دکتر گفت 2 دفعه دیگه هم که بیا بره دوای خود بگیره دیگه بی خوب میشه مساج میتونم مساج دوست مساج میتونم دکتر مساج میتونم دکتر هم مساج میتونه دیگه یک رقم مساج یک دخترک بود و ما گفته که مساج چی بتین دیگه اون چیزا رو استفاده میکنیم روغن قطان چرب روغن قطان بسیار خوبه اینی روغن گرم است روغن سیادانه اینی کت زرچوبه یا آقای ورزن جان صفحه چمالی دکترهای زمانه میگه که علم برو یعنی زن کاکای مسخونه کشیدن چقدر دلم بر سوخت بیچاره رو پتنوز چون اینجا موندی من که اینجا چقدر بیچاره جگرم خون کرد سلام آمده و خانه برم سلام از خانه بکشن با ما چطور کنم کجا برم میرم تو خوبایی ده سالو بایدم دقیقه بیبی خودم قنیس کنم خالی بیبیش از گلان زن از خانه کشیدن تقسیم چی هستن مرم از خانه خود کشیدن یعنی اون دختر عروس نوشم چه قاجزک معلوم میشده یعنی قشلیته بوده که کلان نفر از خانه کشیده نه خوب دختر بوده که نه خدا خب چی میگن آدم ها شناخته نمیشن ما شما یک روز 5 دقیقه گپ زدیم نزدیم و تو چی میشناسیم ما بخی جگرم خون شد میانیم مدو خانه ایت نمیرم ورسی نمیکنم نه اون جمعه تو باید استک شاید اون خب از یک نگاه زن کاکایم دیگه بودنش خوب نیست خیلی کجا باشه بیچاره کس دیگر نداره بدون از دامادش سریست کس دیگر نداره نه خب بیادرش هست شکر فامیل خودش هست از یک نگاه شاید داماد زن کاکایم من فکر کرده باشه که اون زن نو آمد اینا او باز اون دختر بیچاره حالی خود نگفته که ما بدل خود رفتیم
نه خب بازم خب خیر ما تو چی میکنیم از مسائل شخصی زندگیشان؟ شاید همون دختر همون تو نباشه یا شاید عبیدم باشه. جواب نمیده که من جزئیات بیشتر خبر شم. بیخی به خدا عبیدم چی بگیم ما در بین شما؟ به نظر من جواب خب بده یا گپ گوشاش حتما پر کردن یا کدام چیز گفته که تو به فرق چپه شده اگر این قسم نبود. خب اما فردی به خوبیت گفته به بدیت نگفته. تو ببین ریشخند مردم چه تو مردم خنده کنن؟ ریشخندی کنن؟ از اون خود باش تو بچه برو باز برو. تو به خدایا هر سال دیگه هی داری یکی نیمه گوشت و معوشت دل من تو شیمه نموندی از آن که وقت بود آرام بودم یرمتر یا خوش میخوردم نرمیم که خرشتم آرام پاکیزن نگه بود نیست خند بود از آن تو زخ بلوت آمدی بیخی بر دیوانه ساختی چون مثل ننه بیادرم خوارم فلانی بسمدانی قضیات خوار مادر که دوست داشتی کتفندی نمیگفتی وقتی که رفتی فرار کردی تو باید کل گپا رو سنجیده ای کاشت میگه دیوانه شدیم دیوانه این مغز نمانده بر من. چیزی که گفتی دیوانه میشه چیزی گفتی مغز نمیداشته باشه خدا خوبیت میگم در بدیت خو نمیگم که در بدیت میگم از آن گپ رو خانه رنیت میشه یک فتر کسیات میکنن از آن خم چیز میکنن یک یبش قابطی روان میکنن که باش همینجا مولاد ماست یا نیست نه خانم آید از خوردارم پیسه چیز کت میشه دنیای پیسر نمیداره دنیای پیسره یه روز گفت که باشه بی دامادم پایش او گاشت پایش شکست خیر سر بلد پس دامادم یک دوایش هم خرم چشم این دامادم کدام روز رفت پیشش کدام روز اولش گرفت با یکیش درد میکنه کجا بره باش زدن مایده کنه شکستان کجا بره از این بدتر شده وای بچه من شکستاندم کجا بره پیسی هم خودش کالمیش ندارم پیسی اگم پریزانیش ندارم از کجا کنم چشمش داستمان از خودش زده خدا اوگار کرده خودم یک بیوستم کاش که کم پدرشان زنده می بود راستی میگی چطور باید خیلی چیزی نگفته بر ما خب نگفته یک مادر مادرم قصه کردم باز خواهش چرا برش گفتی نال جگر مادرم راستی جگر خون زیاد شده خب حال پیش خود باید بود؟ پیش خود خیلی چطور باید بر ما یه چیزم نگفت برای خود نماندگی خودشم نمیگه دیگه او باید زیاد باور نکنه میگه شاید تو نر باشه یا عکس جور کرده باشه این تو کپا میگه خب خانهشون نرو بیخی قسم بود که دانشنان میداد دوستایش گرفته و دانشنان میداد راستی؟ راستی خوب این با چشمای خود دیدم خب کدام کس برشوام که اونم کدام دوست است که میگه خبر شد شاید هم اگه باشه نه مرسل میگم شاید از نیت صاف دانشنان داده باشه کدام گپ دیگه من خواهم امروز دیدم قسم معلوم نمیشه قسم دختر نیست مرچ میگم هیچ کدوم تون باور نمیکنه نیست به خدا رفتم میگم تو از پیش از اون میگفتی بگفتم باش ببینم چه قسم است اون امروز که دیدم شاید تو دختر نیست خوب دختر است اما تو مادرش دیگه خورایش چی خوب است کجا از نه خوب است امی که بود تو میکنه خوب است امی که ویدیو خوب است امی که عکساش روان میکنه کسی می امی خوب است خیلی دقیقاً خودت که پای باور کسی میرو بگو ولی باشه دفترم کدو باید گپ بزنم شما گپای من باور خیلی خودت قابل من دوست است ما خودت چه قسمی میگی اگه تو گپ باشه پیش از گفتن ما خدا باید شاید این کارا کنه دیگه نگیره شاید خودش قبول نکنه دیگه از ما که خودش خوبتر میفهمه و خیلی تو میگی فرش بگو انزبی منسجم باش مگه بزنم درباره از یک سایه دفعه برایش خو بر ما یاد نکرده باشه اول خودش یاد کنه دیگه جنال باز میگه کیفته مالش شدم با وقت از دست ما فشار است دیگه از بعد زنگ زدید راست معلوم میشه یک طرف فلج شده آن مو بعد زنگ زدید شاپیرای یا که دختران جنگ کت تیلیم کت نفهمیدم سرم داره کتی خیستم اینه دانم که چه پای دست را خلاشت اینه حالی چرا هم باقی رو که تو گرفته؟ نه حال بگو خیلی جدا خانه جدا آجی جان از خانه 2 دفعه گوشت گم شد طلای دخترم گم شد 30,000 روپی دخترم از خانه گم شد فکر نی که گاز ما گم شد بوتای خسر دخترم گم شد تو شاید بودی اونو دیگه
میگم ما نکردیم شما خودتان گرفتیم وی بگو مال خودم چی فایده که از این جیبم بزنم در این جیبم بانم چی فایده داره بر من دوزی میکنن نمیگن که ما گرفتیم شما خودتان خدا میگم خیرشم نده خدا جزایش بده خدا جزایش بده الهی آمین تو صبر به خدا کن صبر خدا چون به خدا صدا نداره که صدا داشت دوا نداره این وزن جان یعنی شکر بکشم که نمردم از مردن هم چیزی نمان هیچ چیزای مردن هم نمان که این دختره را پشت بختش رایی کنی ما شما بیازو هفته و سر کوستی نکن که در زندگی اعتبار استک این بخوای دختره را که پشت بختشان رایی کنی بعد از باز ما شما دیگه ایشتا سفت در روزی کسی اگه مردیم هم پروا نداره چرا که دل آدم جمعی باشه که این دختر بکی بانه این دختر بکی بانه دل و نارام هم این دختره این دختره که میگم شوی به تو میگن نه نمیگرم شوی خود توکلت به خدا حال تا که شوی نمیکنه خب باید شوی کنه برای پشت بخت خود یک کس را بگیره که دلسوز باشه مهربان باشه که یک جای باشه که سرپرستی تانم کنه سرپرستی تانم کنه حالا یک دوستی دخترم خم روز یا صبح خدارسی میکنه بخواه میره پشت بخت خود یک زنگ خود جواب میده مرا برو بلده پس پرسان من نکنه پرسان می مادر مخ کنه که شما مرد ندارین کدام دوا چیز کار ندارین دیگه ایش برو بلده پس که یک پاکت میوه میگرفت گمش که آرزو خیرم بیچاره شاید مصروف باشه من تا حال فکر میکنم زن کاکایم در اوج است شاید مریض باشه فکر میکنیم که چطور یکشان پرسان مادر من نمیکنن نمیان که چی گپ شد چی گپ نشد او آرزو رو گمش کو حالا مخسرم که دم زنشم نامد پرسان مادر من من میگم می دروازه رو باز ماندی همین فردی نامده باشه داخل خانه چی میگی اون لنگ شده لنگ شده ولی یک پایش لنگ است دستا و دیگه پایش خود شاید توبه کرده باشه در پای لنگ چه قسم به دوزی کنه هم بکس واز بود تو میگی من نکردیم مادر من خب میفهمی که از جای خسته نمیتونه خیلی کی کرده من موضوع جدی نمیگیرم ولی فعلا به خاطر است که شک دارم سرش من مثلا بود سرما که دیسای کوی نه بشورید کل چیز حقیقت اومده قلب میپرم تو قلب رقم جور نیامد او قلب تو به نظریم اما تو هیچ قلب نکردی اما تو بکس قلب اومده قلب بکس خوب پیش تو میباشه او چرا واشد بکس قلب کلی پیش تو میباشه بگو چرا واز است چرا بگو چرا بکس واز است آلو روز من رفتم کالای مادر ما دادم اموجه این پیشتر که شبخانه رفتیم کالاش دادم که پوش حتما از واز مانده بود من دروازه اینجا رم دالیزم تو واز موندی سه کار سرما دلت بود بندازی خوب شد گیرت کردم دیگه تو ما سرم کردن نمیتونی گم کو اقد دو نزن قد جنگ نکو برچوش چی پخته کنی چی پخته میکنی گوشت بیارم نه مریض است پریز است از کل چیز میگم بانجان پخته کرده بودم داره مامور گرم نکنه برش بیز خوش دارم تو چیزاره بانجان مامور گرم میکنیم خیلی دیگه نه وقت هم سر چاش هم است سیسته برو خیلی چیکو دیگه دبان من چی کنم باز به شب رو گوشت بگیریم برش حال خونه میشه تو گفتی تو سر چاش من تا جای فکر میکنم میام پایین ده نیشده میجاست هلو خدا چطور نیت توبه مشکلات موج خلاصی نداره سایکتون ای خدا جان بتم چقدر گرم از هوا خدایا وی ها وی پایم کالا میبینه فردی خود جور کجا پیشیم تیز کده ایره بسته کنم که نالم نبینه چی میکنی؟ نال نبینه بگه که جور تیار شد آمد پایزی خود جور بوده کل جایی میره میگرده باز اینجا بسته میکنه وی پایا کن خدا کارگیری از این سایکو تو الله چطور کنم چقدر ما کارا برامد وی اوه سایکو ببین روزال شد کم ده کچه برد الله مادر پایم الو خدا چواد باشه که تو بچیم جور در این خانه داری بیشه دل من از تو خدا من چی کنم باز میگه از دیدن نانه خود میره نانه دیدن بچه من که از پای پردیش کردم بنداشم دمی جیبش تیار است باز خوی ما را بازی میته یارو این جفته ها بتون کم نم دارن
پای فرجش کردن. فقط خدا بگیره بر خود. فرین چرا این رقم میکنی؟ چرا چی رقمی میکنه بچه؟ پایشم دیدم از دروازه کوچه آمد جور تیار بود دین اینجا بسته کرد. بعد نگفتم سیلی میخوری یا داره چی میگی تو؟ راست میگم من اونجا صافیا رو بردم که چی شد نه؟ دیوانه شده چی میگی سر وقت دیدم دیوانه که از سی کوچه آمد جور تیار آمد. من نمیالت پایم از این اینجا تا اینجا درد میکنه دیوانه سی؟ تو میولم کی را دیدی خودم؟ دختر اشکت جون جور خودت نه جور نمانداز اشکت جان جور خود شاخت نمیشونه. بیچاره مریضت خدا فکرت نشته بچیم. از زیادت پای شب بالا سعی کن میاد بس سرکده. باور کن راست میگم من. چی را باور کنم از برای چی را باور کنم کدام تو ببین دلم خوش شود. بیخی خوشی از این خانه ما گم شده. مکاره خودت هستی کور هستی خودم بردین مریم راست میگه؟ نه چی را راست میگه؟ اصلا سعی کن من اونجا در بیرون بودم من جور تیار دوید آمد باز چی میگه؟ خوب شد یادم آمد. جا بشی که با خدا که نمیسیلی رینال بر میگم دویدانت چی دختر رایسی؟ نه تو چی حق داری او رو سیلی بزنی؟ حتما راست میگه. چی را راست میگه؟ تو دیدی؟ تیواز طرفداری شوی تکنی؟ آلو خوشم گوله ما کنه میکنی خوبه زدگه. آلو دختر پایشم حتما هم راست میگه. جانو جایی اشکت خوشی فقط نمیره. همین بیچاره هر گپ که راست میگه شما باور نمیکنین برش. حتما راست میگه. فرد راست میگه. کجا دیدی؟ دروغ میگه مادر دروغ میگه اگه یک دروغگوی آدم است که یا خدا دختر سولو سریم دختر من بچه مگه میزنه سولو نه گفتم که نکنم این کارو تا هزار دفعه گفتم هزار دفعه اگه پا بگویی چی هم تو؟ نکنه کجا دفعه شدی که رستوان پاشت به خدمت بطن میشه بازم میگه آه شرم از برد با خدا کت بالا زدین دیگه فقط مش میزنم ما میگم دی رقم نیستی امیتو شوی از راستی امیتو شوی از راستی نمیتونه هستم بان شوی دست من گور کردی گور شده گور شده دیگه میزنیم تو کپا پای بودا چرا بودم هستی؟ آفرین از یاسونات که ازی طاقت میکنه این رقم کجا نمیمون کاش که اون وقت یک تلفن میبود یک چیز میبود بشه که این فیلم از ایره میگرفت و مادر ما بازی مادر ما سایکو پشتی از ایره میکنه استمو موکور کرد لای گینه تو از راستی شوید تو حالا پای نگه تو سرشش خندی میکنی خلوت در داره دیگه خیلی او چرا دیده که این پای خدا به زور بسته کرده؟ او دیوانه است هر چیزا میبینه باز دیگه پس باور بردین یک چیز برات بگم همیشه گپ که راست میگه شما باور نمیکنی ولی حقیقت میگه نمیگه حقیقت این هم من برات حقیقت میگم حالا تو سگ پاش میگه پای در میگه حالا امی مریم که خور من نیست که شما بگین دروغ میگه امی اولاد شماست خوب خب دروغ میگه خب میگم دروغ میگه بگو خب من نمیفهمم بیخی سرم بیخی گم سر رای ما گم کردیم که یکی چی میگه دیگه چی میگه یکی زیل میگه دیگه با میگه من نمیفهم گپ کدام ما باور کنم از برای خود چیان هست لا پایا پایم زیاد درد میکنه مادر اگه پای تو درد کنه 24 تا در کوچه نمیری لا کوچه نرسیم دستشوی بودم کوچه چی رفتیم تو درد روی اولیا نمید دل آدم تنگ میشه درد زیاد شده؟ درد زیاد داشته باشه اونجا یک بالش میمونه قرار خواب میشه خب اینجا خام شدم جا گپ زدی گفتی بخیر برو بچه می دکار برو خواهی حداقل بیرون هم خواهی میگه خود کردن نی درد است نی درمان خودت کردی رفتی گرفتیش نور سکین از زبان داد سر خودت کدام زن دیدیم که سرشوخ گپ بزن تومت کنه دروغ بگویه کی ما دیدیم این زبان داره زبان بازی میکنه مجردی خوب میگه قربان مجردی که اگنان تنها میخواد چه کنار که از اینش جنجال دیگر گوش زن گرفتی بلا گرفتی بلا بیاد بلا تیر کرده چی بلا یک دار است خیر این دفعه خدا کنه تلفن من پیدا کنم خب فیلم از زیر بگیرم تک مندازه خدا زنا آوره پای خودش خواه بود دست مرا موگور کن باز مادر مسایی کن هرچی که میگم هیچ دقیق من باور نمیکنه اگه میگم نفتیده بود روز خود سلمان نکرده بود افتیده او رو باور نکرد آلی تک انداخته ایران باور نمیکنه غیر گب مزیر باور کنه فقط یک بچه باشه که اینجا ناز زیر بالا میکنه موگور که شقم آدم از این دستشان گرنگ
بگردی مثل صبح خوره قربانت خوش بیادی چای نان چیز خوی باتی که بخوره گفتم نه نمیشه دلم سیر است بگوی کاسه های روغنش بکنیم طرف تو دیال روز که تره دیدم آینده خودم دیادم آمد که آیم چی خواد کرد چه تشیش نکن خدا میروان سه تشیش دیگر خدا نکنه زن که کجا کجا نیست خدا حال چیز مشکل سال کنم گپ مشکلی نمیست نه بیادم یاولی به خوبی امرایت گپ میزنم گل بیادر برو بوسه برو همین اعصاب ما رو خراب نکو 10 دفعه برده گپ بگویم 1000 دفعه بگویم یا گپ کلو باشم پیغام به نظری ما به خاطر عرص تو آمدن چون مادر دیالت باشه مرسی کنم بی خاله هر چیز باشه خب همون جایی که زنگه یاد نکرد که من عرصی نوازی کنم دیگه من غم ندارم آها دلش هست که خودش از خانه کشیده ارسیمو جوره بگردیم خانه به خانه ما ایتی غیر رنج غم دیگه روز خوبی ندیم از روز اول نیست دیگه خانه ما که در اومد پای قدم مردار گردی خدا که ما دیگه روز خوبی ندیدیم دروغ میگه ننشم تک ماره امیال کنه خود کاجی کور میگه منم جون است با دگه زنگ حالا فشار بالا رفته و فشار پایان رفته و سکته مغزی کده یه اصل با دگه زنگ از در دورانای ما سابق که بود این با دگه زنگ که میزد اگر زیاد بزنه تمام بدن فلج میشه اگر کم بزنه یک رسته فلج میشه بازی را 40 روز در خانه تاریکی میپردن خوراکش غیر کفتر دیگه چیز نمیتنشن حالا خب یک چیز دیگه هم فکر کنم کفتر قیمت چرا اینجا طيب والله ما يكني خو انا ما خلونا كلام كور دايك كلام ما فهمي بروداي دي كل شبكه شبكه فبيجي وفرش خدا نکنه بچه بیاره دست ما شما کی نداریم بچه هم تو منتظر حضرت میکنم خیلی چیز گفته دیگه خرید کرد دعوت کرد میش کرده بود در اخلاقای سر کرده انتهاء تمنو تا داریم دیگه چی کرد یعنی میره تو نه من چی کردیم حالا میره همش بخوریم پیش یک دکتر ببریم یه جور شرط کار بار کنم بچه سعی پایک مچم کسر کرده شکسته گوشت پاره کرده همین جا کار میکنه